يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. حضرت موسی به الله متعال گفت ای پروردگار ما، تو آدم به قدرت خودت آفریدی، ای روح خودت به او بیدماندی، ملائکه ها را امر کردی که به او سجده کنند و جایگاهش در جنت کردی و تو توبه او را قبول کردی. برای قدر نعمت های دادگی یا الله او چه خیلی به تو منتداری بیان کرد. بعد الله متعال به او گفت ای موسی، همین چیز بسنده بود که آدم گفت الحمدلله رب العالمین، یعنی حمد و ستایش الله را که پروردگار عالمیان است. موسی گفت ای پروردگار من، اگر که بنده تو در نماز بر رکوع بروه و بگو ای پروردگار من، تو در جواب چی میگیش یا الله؟ الله گفت من در جواب میگمش لبیک یا عبدی، یعنی لبی ای بنده من. موسی گفت ای پروردگار، اگر که به سجده بروه و بگو ای پروردگار من، در جواب او بنده تا چی میگی یا الله؟ الله ذوالجلال گفت لبیک یا عبدی، یعنی لبی ای بنده من. موسی گفت ای پروردگار، اگر که بنده گناهگار دست برداره و بگو یا الله، در جواب چی میگیش؟ الله گفت لبیک 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 یا عبدی، من در پشتم ای بنده من.